فوتسال یعنی عشق، یعنی لذت پایان، یعنی هیجان، یعنی عشق و شادی، یعنی تحمل سختی‌ها و مشقت‌ها. این بار در قامت یک مربی طلایی می‌شود. معمار فوتسال افغانستان نامش محمد حیدری است. همانند همه مهاجرین دنیا، غربت و سختی‌ها سبب رشد یک نهال می‌شود و درختی تنومند را می‌سازد و دردهای غربت از تبعیض‌هایش و گاهی از مانع‌ها همچون آتشفشان همه چیز را با خود میبرد. اما این دردها پایان ماجرا نیست، آغازگر تابش خورشید است. از معمار فوتسال افغانستان کوهی استوار همانند کوه نوشاخ میسازد و انگیزه‌ای به وسعت آسمان بیکران همانند پرنده مهاجر دلش بازگشت به آشیانه را در آوازهایش زمزمه می کند. محمد حیدری در سال 2016 در ایران وارد عرصه مربیگری به صورت حرفه‌ای می شود و کار خود را با تیم شهید منصوری قرچک در لیگ 2 فوتسال ایران آغاز می کند و این شروع ماجراست. یک سال بعد با تیم صالحین ورامین در لیگ 1 به عنوان مربی فعالیت می‌کند و در سال 2018 با مقاومت قرچک در لیگ برتر فوتسال ایران حضور پیدا می‌کند. محمد حیدری به افغانستان باز می‌گردد و در سال 2019 اولین حضور خود را به عنوان سرمربی در لیگ برتر فوتسال افغانستان با تیم صداقت تجربه می کند. او با این تیم نایب قهرمان مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان می شود. حیدری دوباره به ایران باز می گردد و در سال 2022 به عنوان مربی با تیم شهید ستاری قرچک در لیگ 1 فوتسال ایران ادامه می دهد و یک سال بعد به همراه تیم فردوس قم در لیگ برتر فوتسال ایران حضور پیدا می کند. در سال 2022 سرمربی تیم صداقت در لیگ برتر فوتسال افغانستان می شود و با این تیم عنوان قهرمانی لیگ برتر و سهمیه جام باشگاه‌های آسیا را کسب می نماید و اکنون به عنوان مربی در تیم ملی افغانستان حضور دارد و یکی از مربیان فنی افغانستان محسوب می شود. خیلی از کارشناسان فوتسال او را به عنوان معمار فوتسال افغانستان می شناسند. برای معمار فوتسال افغانستان آغازگر سفری در ابتدای آن حس صلح و دوستی از نوع ورزش را در غربت تجربه کرده است و اکنون چشم